میگویم بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش یک گوهرند. چو عضوی را به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. از سبب آنه که هموطن هستیم، گرچند که امروز ما در دهه کاسه‌تراش هستیم، در همین دهه همدیار عزیزمون در دهه کشتودکی بوستانی به نزدیکی یک فاجعه بین‌نهایت بزرگ رخ داده گذشت. اگر خبرتون باشد در اثر آفت‌های طبیعی 12 نفر جان خود را باختند. به همین خاطر نمیدونم که کی نوشته باشد، نویسنده همون شعر کی باشد. من در سامانه اینترنتی یک سرود رو اسکچت کرده گرفتم. گویم گفتید که از استعداد آهنگسازی خبر دارم. البته شما اگر به من اجازه دید من همین سرود یک آهنگ بسته میدادید، من زمزمه میکردم، شما مینواختید. ان شاء الله. مرحمت. اولا همون روزی که به سری مردم دهه کشتودک اومد، به یگان قالب درست نمیگیرد. به یگان قالب درست نمیگیرد. به شعر و سرود، به گریه و ناله، به آه و واه دل اون مردم رو برداشتن دشوار است. من اولا قائل میشم به همه خیلی مردمی که اینقدر تاب آوردن این مصیبتی بد رو، مصیبتی وزن رو به همون دادرکان و خواهرکان مادرانی که گذشتن از عالم، روحشان شاد باشد، قبرشان آباد باشد، آخرتشان نوربار باشد و از ما و شما راضی باشند. با نزدیکان و پیوندان این مرحومان من صبر جمیل از تحت دل میخواهم. هر کسی که انمی سرود رو نویست، نوگ قلمش برو باشد، به نهایت یک سرود جذاب نوشت. باور کنید من وقتی اول یک بار دو بار خوندم از دیده به ایست اشک میریختم. من میخوام همین سرود برای شما یک بار زمزمه کرده باشم.
نگردد. شما کن نواربرده و من حافظ نیستم. شما گم کردم تو رویشتون هم موندم منتظر. شما درد دلی مردمی دشت قاضی، درد دلی مردمی کشیده که وقتی سرای دید من راحت کردم. آوازخوانم نباشد که اگر خیلی آوازخوانا با وقت بهتر با وقت نید من به مخبول شد. منم بسیار با وقت غمگین شدم. من فهمیدگی بودم که خیلی مصیبت به سر مردمی کشیده آمدگی است. به همه اون خویشاوندان و اون شخصایی که نزدیک بودند و همین آدمایی که گذشتند با آنها خویشتبار هستند، با آنها صبر جمیل خواهانم. لا خداوند صبر جمیل عطا کند، لا گذشتگان خدا جاشون جنت گرداند. به سبب نیست که خداوند به سبب به هر راه خداوند هر بنده جانش میگیرد. برای همین ما هم از خدا طلب میکنیم که به همون شخصان خداوند راهشون را شاد گرداند، آخرتشون را آباد گرداند. از دست ما بنده ها فقط دعا میباید. برای همین برای همه مردم کشیده صبر جمیل خواهانم.